برای نمره مثبت زیاد، مثلا مثبت 8 به مشتری باید چه مدل فرمی پیشنهاد بدم؟ مثبت 8 اون عدسی وسطش ضخیم میشه، بهتر اینه که عینک سایز کوچیک باشه. البته خب کاوچویی خیلی بهتره، حدقش هم طبیعتا گرد یا بیزی یا چارگوش باشه، زیاد کشیدن. سایز عدسی خورش هرچی کوچیکتر باشه اون عدسی ظریفتر میشه ساخت. اگر عینک سایزش بزرگ بشه، چون محدبه عدسی وسطش ضخیم میشه، چون درست عدسی محدب اینه از وسط بریده بشه مثل دوتا منشور میمونه. پس این هرچه فرم مناسب تر باشه و عدسی که سایز کوچیکتری استفاده بشه، الان نمونهش این 7 نمره محدبه برای بچه ایست، فرمش هم کوچیکه. این الان اندازه نمره 2 معمولی استقامتش، خیلی ظریف و سبک و زیبا میشه. در صورتی که اگر فشرده و سایز کوچیک نباشه، این یه قطر 65 4 دیوپتره. اگر با این بخوایم مقایسش بکنیم که 7 نمره، این الان 2-3 برابر این ضخامتش. یا 7 بشه که یه چیز به قول معروف پارا آجوری میشه، زشت میشه.